جسمی و احساسی. وقتی انسان چرا که ذات از ما، چون خود شیعیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقای امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند شیعیان ما از باقی مانده گل ما خلق شدند. یعنی در ذات و در رگ و ریشه و در وجود از ما این هسته که همون نور اهل بیت که در واسطه از اون ما خلق شدیم. بنابراین وقتی شیعیان، ما در مورد شیعه صحبت منم به کسی دیگه هم کار ندارم، وقتی که از ما محبین اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین مرتکب اشتباهی میشیم، مرتکب گناهی میشیم. خود گناه یعنی چی؟ یعنی کاری که الله و رسول و اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین ما را از انجام دادن از اون منع کردن، ولی ما خواسته یا ناخواسته مرتکب از اون کار شدیم. اینو میگن گناه، یعنی برخلاف دستور خدا و رسول و اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین کار را انجام دادن. حالا در باب توبه از پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که خداوند قاتل مؤمن را به توبه موفق نمی کند. خداوند قاتل مؤمن را به توبه موفق نمی کند. در آیات قرآن هم همچین چیزی هسته که اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اگر کسی یک مؤمن را از قصد بکشد جزای از او جهنم هست، جزای او جهنم هست. حالا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در از این حدیث می‌فرماید که خداوند قاتل مؤمن را به توبه موفق نمی‌کند، چرا که اگر فرد توبه انجام بده امکان بخششش از جانب الله سبحانه و تعالی وجود دارد. ولی چون آیات قرآن هسته که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی که یک مؤمن را از قصد بکشد جزایش جهنم هسته، بنابراین با سخن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همخوانی دارد، چرا که ایشان گفتند خداوند قاتل مؤمن را به توبه موفق نمی کند. در حدیث بعدی از پیغمبر رحمت علیه السلام خوشنودی خداوند از توبه بنده اش بیشتر از خوشحالی یکی از شما هاست در وقتی که شتر گم شده اش را در بیابان میابد. در زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم افرادی که شتر داشتن، یعنی شتر در منزله بالای از لحاظ بیانگر قدرت مالی شما بود، از لحاظ بیانگری از اینکه قدرت مالی شما در چه حد، از لحاظ ثروت در چه حد هسته. و در از او زمان شتر ارزش بالایی داشتند، چرا که از لحاظ قدرت مالی و تمکن مالی یک رتبه خیلی بالایی رو در انسان نشان میداده. و در با این سخن پیغمبر رحمت که خوشنودی خداوند از توبه بنده اش بیشتر از خوشحالی یکی از شما هاست در وقتی که شتر گم شده اش را در بیابان میابد. یعنی اینکه خداوند در توبه بنده خود خیلی بیشتر علاقمند هستن. این که میگن خداوند بنده خود دوست داشت چرا جهنم بندازه و فلان و بسمدان، در سخن پیغمبر رحمت این بیان شده که خوشنودی خداوند، خوشحالی خداوند از توبه بنده اش خیلی به مراتب بالاتر یک از چیزی که ما فکر میکنیم. یعنی ما اگه با توبه کردن حس خوشی در ایمان دست میده که در الله سبحانه و تعالی نزدیکتر شدیم، اینا بدانید که خوشنودی خداوند از ما خیلی در مراتب بیشتری هست. در حدیث بعدی از پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید خوشنودی خداوند از توبه بنده اش، خوشنودی خداوند از توبه بنده اش از خوشنودی عقیمی که بچه دار می شود، گم کرده ای که می یابد و تشنه ای که به آب می رسد بیشتر است. بازم در اینجا خداوندی را بیان میکند که خوشنودی خدا، رضایت خدا، شور و اشتیاق الله سبحانه و تعالی در این که ما از گناه خود توبه کنیم و به سوی الله سبحانه و تعالی برگردیم خیلی در مراتب بیشتر هسته، خیلی در مراتب بیشتر هسته از این که عقیمی که بچه دار می شود و یا گم کرده ای که می یابد و تشنه ای که به آب می رسد. در حدیث دیگه از پیغمبر گرامی اسلام بدین گناه هست که خوشنودی خداوند از توبه شخص توبه کار از خوشنودی تشنه ای که به آب می رسد، عقیمی که بچه دار می شود و گم کرده ای که می یابد بیشتر است. بنابراین هر کس با توبه خالص
سوی او باز گردد. خداوند خطاها و گناهان او را از یاد دو فرشته نگهبان و همچنین اعضای وی و همه نقاط زمین به فراموشی می سپارد. ببینید که چقدر توبه مهم هستند، چرا که همونطور که میدانید فرشته هایی که در نزد از ما هستند شانه چپ و راست که مسئول نوشتن اعمال خوب و بد از ما هستند و همچنین اعضای بدن که در روز یوم القیامت بر علیه ما شهادت میدن و همچنین زمینی که روی از او گناه انجام دادی بر علیه تو شهادت میده. در اینجا پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که خوشنودی خداوند از توبه شخص توبه کار که با توبه خالص به سوی او بازگردد از کسی که عقیم است و بچه دار می شود بیشتر است، یا تشنه‌ای که آب می یابد. و خداوند خطاها و گناهان او را از یاد دو فرشته نگهبان و همچنین اعضای وی و همه نقاط زمین به فراموشی می سپارد. حالا حقیقت توبه از پیغمبر رحمت روایتی هسته، حدیثی هسته: توبه کردن از گناه این است که به سوی آن باز نگردی. یعنی در حقیقت توبه این نیست که فقط با لسان ما بگیم استغفر الله رب العظیم و اتوب الیه. نه، اینطوری نیست. توبه کردن از گناه این است که به سوی آن باز نگردی، یعنی در عمل ثابت کنی، یعنی در عمل نشان بدی که تو از گناه بیزار هستی، دیگه سراغ از کار نمیری. حالا تشویق توبه کردن از پیغمبر رحمت حدیثی هست که هرگاه مرتکب گناهی شدی بیدرنگ در پی آن توبه کن. بیدرنگ یعنی به طور سریع، هر وقت که ناخواسته مرتکب گناهی شدی بیدرنگ در پی آن توبه کن. توبه پنهانی از گناه پنهانی و توبه آشکار از گناه آشکار. در حدیث دیگری از پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که به سوی خداوند تعالی توبه و بازگشت نمایید، زیرا من هر روز 100 بار به سوی او توبه می کنم. یعنی در عظمت توبه همین قدری بس که پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیز هر روز استغفار میکنند، چرا که همونجوری که میدانید استغفار ثواب و مرتبه بالاتری داره حتی از صلوات. چگونه؟ یعنی اینکه صلوات باعث نوشته شدن حسنات میشه، ولی توبه همان گونه که گناهان شما را پاک میکنه باعث میشه که گناهان شما تبدیل به حسنات شوند، تبدیل به کارهای نیک شوند. در حدیث دیگه هست که پیش از مرگ به سوی پروردگارتان توبه کنید و پیش از اشتغال و گرفتاری به کارهای نیک بپردازید. پیش از مرگ به سوی پروردگارتان توبه کنید که در حدیث قبلی هم شرح داده شد. هرگاه مرتکب گناهی شدی بیدرنگ در پی آن توبه کن. در روایت دیگری از پیغمبر گرامی اسلام هست که ایشان می‌فرماید به قدر طاقت تقوای الهی پیشه کن و خدا را نزد هر سنگ و درختی یاد کن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا باعث آرام بخش بودن دلها هست. و هرگاه گناهی از تو سر زد بلافاصله توبه کن. توبه پنهانی در برابر گناه پنهانی و توبه آشکار در برابر گناه آشکار.